سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به چنل من و یه آموزش خفن دیگه داریم، آموزش برست فید که خیلی جدیدن مد شده و خیلی خفنه. بریم که آموزش رو با هم ببینیم. کامل گذاشتم واسهتون، امیدوارم که بتونید ازش استفاده کنید. فقط هم میتونید با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید، کامنت انگلیسی بذارید، خیلی ممنونم ازتون. خب دوستان، با نمره 6 میلیمتر شروع میکنیم و دامنه فیدمون رو ایجاد میکنیم با تکرار زیاد. دقت کن چطوری میزنم. تا من یه سری جاها رو فقط تندش میکنم که چشاتون خسته نشه، چون همونه. بیشترش رو سرعت ندادم بهش که قشنگ یاد بگیرید، ولی اینجا دیگه تابلوه و سریع باشه به نظر مشکل نه، چشاتون اذیت نمیشه. خب حالا میریم با صفر ماشین قسمت سفیدی فیدمون رو مشخص میکنیم. به نظر من با تریمر خط صفر فیدمون رو نندازیم خیلی بهتره موقع محو کردنش. با صفر خود کلیپرمون میندازیم و بعد پاییناشو اینجوری تمیز میکنیم. خب اینجا هم میریم با خط زن تمیز میکنیم قشنگ تا پایین خط کلیپرمون. خب حالا میرسیم به شیبر. بچه ها شیبر رو کامل این قسمت سفیدی رو نندازید هیچ وقت. من فقط خط بیرونی و یعنی خط آنکادر بالای گوش رو که میندازیم، فقط اون خط رو با شیبر میبرمش. خب بریم سراغ فیدمون. شماره 4.5 میلیمتر رو میندازیم و به این صورت، به صورت پرشی تا پایین خط شماره 6 میلیمترمون پرتابی ببینید با مچ دست. دوستان من ویدیو رو تندش میکنم چون اولش آرومه، میتونید میبینید و همش همونه. نمیخواستم حذف کنم یه سری تیکا رو و این ویدیو هیچ چیش حذف نشده، فقط یه جایش رو سرعت دادم که چشتون خسته نشه و تایم ویدیو کمتر بشه که راحت بتونید ببینید، اما کامل ببینش. یه سری جاهای نکته‌های ریز داره. خب همونطور که گفتم دیگه شماره شونه ماشین استفاده نمی‌کنی و گارد باز ماشین بازم به صورت پرتابی تقریبا تا وسط فیدمون میریم. یه نکته تو برست فید بهتون بگم که خیلی فید جذاب و جدیدیه و بعضیا مشکل دارن چون خطمون صاف نیست. تنها چیزی که باید رعایت کنین تو این فید، سعی کنید با نصف تیغه ماشینتون کار کنید یا با گوشه ماشین کار کنید. شما اگه دقت کنید الان ببینید من با گوشه ماشین بیشتر کار میکنم، مخصوصا اون محدوده‌ای که گرد شده. ببین نشونم دادم با گوشه های ماشین و پرتابی.
خب دوستان، حالا برای محو کردن خط صفرمون اول با گارد بسته با شماره 0 به این صورت با گوشهای ماشین، چون فیدمون گرده، شروع میکنیم به فید کردن. ماشین هم عوض کردم با GRL راحت تره، چون گاردش شماره بندی داره و میتونی دقیق تر بزنی. ولی با سینیور یا هر ماشین دیگه هم امکانش هست با این روش استفاده کنیم. یه خط جدید درست میکنیم، یعنی با 0 ماشین میزنیم یه خط بالاش درست میشه که یه دونه با گارد ماشین رو باز میکنیم، یعنی 25 صدمش رو باز میکنیم، 25 50 75 و 100 که میشه گارد باز. خب چند بار تکرار میکنیم که قشنگ خطمون محو شه و میریم شماره بعدی، یعنی یه درجه دیگه بازش میکنیم و خط جدیدی که درست کردیم و دوباره خط جدید درست میکنیم، یعنی اونو میبریمش. تکرار کنید. توی این مرحله از محو کردن باید تکرار زیاد بشه، همش با گوشه ماشین اگه دقت کنید، چون فیدمون گرده. یه درجه دیگه باز کردم و خطمون رو میبریم. اگه توجه کنید فیدمون الان شکل گرفته و میریم واسه ادامهش. این هم که یه دیزاین حالا سلیقه‌ایه، هر جور دوست داری میتونید بذاری، میخوایی نذاری. خب بریم مرحله اصلی که قشنگ جذابیت فیدمون، این فیدایی که تو اینستاگرام میبینید و فیدایی که خیلی خیلی دقیق و خفن میشه، همش با این قیچی پیتاژه. اگه بدون شیار باشه خیلی خیلی بهتره. و شونه دستم هم اگه دقت کنید شونه باریکه و مخصوص این کاره. دوستان من 90% زیبایی فیدمو با قیچی پیتاژ و قیچی معمولی، قیچی کات، با این انجام میدم. یعنی ماشین کار زیادی واسه من انجام نمیده. شما دقت کنید میکنم که با ماشین تموم شد فیدمون خیلی دیگه کار داشت. هم میدونم خیلی هاتون گفتی بابا ریدی که اما نگاه کنید آخر کارا، لکه گیری رو نگاه کنید به چه صورت انجام میدم. یه سری جاها لازمه که قیچی رو صاف بزنیم، یه سری جاها لازمه که افقی بزنیم، یه سری جا عمودی باید بزنیم. هر جا لکه دیدید، من بیشتر وقتی دوربین بالا سر و دارم ویدیو واسه یوتیوب میبینم، از توی موبایل میبینم لکه های موبایل و لکه های لکه های فیدو. شما میتونید تو آینه هم نگاه کنید، تو آینه خیلی قشنگ دیده میشه لکه ها.
خفن شدی نه؟ خب بچه ها قیچی پیتاژ تموم شد. حالا این قیچی کاته و میبینید که چقدر فیدمون تمیز و خوشگل شد. حالا با قیچی کات روی خط صفرمون هرچی لکه هست و با قیچی کات میتونیم ببریم که قشنگ دیگه این فید نقاشی میشه. خب دوستان یه سری لکه‌های ریز دیگه داره که با قیچی پیتاژ دوباره اونا رو میگیریم و تمام. امیدوارم استفاده کرده باشید، خوشتون اومده باشه از این ویدیو و حمایت یادتون نره. آخرش هم فقط لامپای سالن خاموش شده و یه لایت باکس روش افتاده هم حتی